راستی چی شد دوست پسره؟ والا من اصلا جریانش رو نمیدونم. اون میگفت باید رمز وایفمون علی 123 باشه. من گفتم واقعا چرا اینجور باشه؟ بعد BTS داد کن I love you باشه. واقعا نمیفهمم میتونم درکش کنم. خب روزاتون چطوری میگذشت؟ والا جریان بود که اون می‌خواست من ببره کافی شاپ. من می‌خواستم تو خونه ران BTS نگاه کنم چون تازه اومده بود. آخه اونم ناراحت میشه. من گفتم به درک ناراحت میشه چون که من به غیر از تو 7 تا شوهر دیگه هم دارم که باید پولام رسیدگی کنم، یعنی BTS. اصلا آدم احساساتی و رمانتیکی نبود. والا نه والا به من یه بار گفتش که تو رو خدا یه بارم که شده تو چشای من نگاه کن. من بهش گفتم که نمیتونم. خب من با چشای سلطنتی نامشون عهد بستم که فقط به همون نگاه کنم. نمیدونم که اون ناراحت. یعنی جرأت کرده به BTS بگه بچه؟ آره گفتش که من مثلا با این حرفش زدم تو قلب رابطمون. گفتم حداقل اون بچه‌ها تو بیلبورد اولن ولی تو قلب منم اول نبودی. یادم. این که آرمانی مشکلی نداشت. والا غلط میکنه مشکل داشته باشه ولی خب این مثلا من بهش گفته بودم بعد رقصشون رو یاد بگیری این کنی اون کنی بعد دیگه به حسادت رسیده بود. والا این جریان که به حسادت رسیده بود بهم گفته بود که دیگه حالا دیگه بین رقص من و موبنفشه یکی رو انتخاب کن. منم گفتم خب معلومه موبنفشه یعنی نامجون. بعد اونم گفتش که به این تلاشای من بی‌نتیجه خواهد. برام گفتم که معلومه تو اصلا باید خیلی تلاش تر کنی. چه اتفاقی افتاد؟ والا اومده بود بالای سر من وقتی خواب بودم اشغالانه بازی دیگه در بیار از این حرفا از این پشما گرفته بود نمیدونم به صورتم میزد اینا که منو بیدار کنه. من گفتم من جای شام بس نکن. بعد اون ناراحت شد دیگه رفته بود اصلا پیداش نشده بود دیگه. من چرا چی شده ناراحتی؟ آخه از این صورت میگیره که همزمان که داشت بوتکمپ مجازی BTS پخش میشد اون به من میگفت که بیا بریم تولد مامانم. من تولد مامانت تولد ملکه نمیدونم انگلستانتون نباشم بیا وقتی BTS هست. سری آخر چه اتفاقی افتاد که کلا رابطتون به هم خورد؟ والا اون به من گفتش که چرا پس زمین گوشید عکس من نیست عکس یکی دیگه است. منم بهش گفتم که چون که اگه مثلا برق رفت وای فای قطع شد من دیگه دلم واسه تو تنگ نمیشه که تنگ نمیشه ولی نانجون تنگ